سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که دلاتون خوش باشه و روزگار وفق مرادتون باشه. خب دوستان، اینجا مطبخ مطلب زاده هستش که همین جنب نان و شیرینی مطلب زاده هست و اینجا هم متعلق آقای مطلب زاده است این مطبخ و این رستوران خوشگل با غذاهای درجه یکی که دارن. که الان حدود ساعت 6:30 بعد از ظهره که من اومدم دارم فیلم میگیرم و خب رستوران الان نه وقت ناهاره نه وقت شام، به خاطر همین خلوته. Tamam da yarım saate gənclər 2 lira, 3 lira verir. اینم منو و لیست غذا همراه با قیمت‌هاش. اینجا یه رستوران خیلی خیلی درجه یکه با غذاهای عالی و تازه و درجه یک.
حاج آقا اسم غذا چیه دارین میل میکنین؟ این به ترکی بفرمایید. اون تاوا کبابه، سنت گزاده، جزر گزاده، خالص گوشت گوسفنده دی، توخی ملدی. تشریف جاتین خدمت از دلار، مسر از دلار. شجاع. siz چه میلیلی؟ حاج آقا میخواین یه چیزی واسه تبریزیایی که مهاجرت کردن آمریکا بگین؟ هر وقت ایران تشریف آوردن هر وقت ایران تشریف آوردن ما خوشحال به میشیم. ترکی بگین. Bu təbrizlər ki, təşviq olublar Amerikaya. Hər vaxt Təbrizə təşviq etsə, burada xidmətləndik. Qəzalarımız ləzzizdir, xoşluğa gələcəkdir. Təşviq etsələr bizlər də söyünərik. بعد آدرس رستوران کجاست که تشریف بیارم؟ تبریز جاده الجولی نرسیده به فلکه خیام. زن میگن ناطق مطلب زاده، مطبخ مطلب زاده. خدمت izdir. بسیارم عالی. qədəmlərinizi gözdürün. زنده باشین. Mersi, mersi. Hiç çözülmüyor. نوشه جان. Adam keyif eləyir yerdə. خب دوستان عزیزم، امیدوارم از ویدئویی که از مطبخ مطلب زاده براتون تهیه کردم خوشتون اومده باشه. من از اینجا دیگه باید سوار مترو بشم و برم به سمت آبرسان. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.